به نام خدا. سلام دوستان عزیزم، وقتتون بخیر باشه. پادکست صدای سکوت امروز رو با کتابی زیبا، جذاب و شیرین شروع میکنیم. کتاب شیخ صنعان و دختر ترسا. این مثنوی که با مایه‌های عرفانی سروده شده، وصف عاشق شدن شیخ صنعان بر دختر ترساست که پیش از این نیز عطار در منطق الطیر آن را به نثر کشیده و قبل از آن نیز در کتاب تحفة الملوک منسوب به امام محمد غزالی روایتی از آن آمده است. قصه شیخ صنعان روایتگر داستان شیخی زاهد است که خواب می‌بیند بر بتی در روم سجده می‌کند. او به همراه مریدانش به روم می‌رود و عاشق دختری مسیحی می‌شود. شیخ برای وصال از ایمان دست می‌کشد، شراب می‌نوشد و 1 سال خوکبانی می‌کند. لطفاً با من همراه باشید تا این کتاب زیبا رو با همدیگه ورق بزنیم. ابتدا مشخصات کتاب رو برای شما میخونم و سپس کتاب رو با هم کشفش میکنیم. کتاب شیخ صنعان نوشته نعمت الله قاضی یا شکیب و حاصل کوشش غلامرضا لایقی است. نشر اطلاع این مجموعه داستان کهن را روانه بازار کرده است. این اثر حاوی جلد دوم از مجموعه 7 شهر عشق است. کتاب شیخ صنعان بر اساس منطق الطیر عطار نیشابوری نوشته شده است. این کتاب یک مجموعه داستان را در بر گرفته است که شما را با شخصیت‌ها و مفاهیم و داستان‌های منطق الطیر آشنا می‌کند. می‌دانیم که شیخ فریدالدین عطار نیشابوری ملقب به عطار متولد 540 و وفات 618 یکی از شاعران بزرگ ایران است که او را به سبب آثار عرفانی‌اش می‌شناسند. منطق الطیر عطار یکی از بزرگترین آثار عرفانی و ادبی ایران است که در سراسر دنیا شناخته شده است. در شرح زندگی عطار داستان‌ها و افسانه‌های بسیاری ساخته‌اند. افسانه‌هایی که هرچند حقیقی نیستند، خواندنشان خالی از لطف نیست و جایگاه بزرگ آنان را نشان می‌دهد. شیخ صنعان یا سمعان عنوان داستانی از عطار نیشابوری و طولانی‌ترین و شیرین‌ترین حکایت کتاب منطق الطیر است. صنعان پیری صاحب کمال و پیشوای مردم زمانه خویش بود. او نزدیک به 50 سال در کعبه اقامت داشت و هر کس به حلقه ارادت او در می آمد از ریاضت و عبادت نمی آسود. او خود نیز هیچ سنتی را فرو نمی گذاشت و نماز و روزه بی حد به جا می آورد. این کتاب را به دوستداران ادبیات داستانی معاصر ایران و قالب داستان کهن پیشنهاد می‌کنیم. این کتاب در دسته تصوف و عرفان و داستان‌های ایرانی قرار داره و نشر اطلاع در سال 1401 این کتاب رو منتشر کرده. لطفاً با من همراه باشید تا این کتاب رو با همدیگه ورق بزنیم. ابتدای کتاب با شعری از حافظ شروع شده: گر مرید راه عشقی فکر بدنامی مکن، شیخ صنعان خرقه رهن خانه خمار داشت. دین و دل به یک دیدن باختیم و خرسندیم، در قمار عشق ای جان کی بود پشیمانی. و یک بیت هم از شیخ بهایی بوده. علامه مفضال بدیع‌الزمان فروزانفر درباره مأخذ داستان شیخ صنعان تتبع دقیقی فرمودند که در کتاب گرانقدر شرح احوال و نقد و تحلیل آثار شیخ فریدالدین محمد عطار نیشابوری به تفصیل مندرج است و آن ممترین و مبسوطترین سخنی است که در این باره به میان آورده شده است. با این همه برای اینکه خوانندگان به اختصار در این زمینه اطلاعاتی داشته باشند به نوشتن این مختصر دست زد. به امام محمد غزالی کتابی منسوب است که
تحفة الملوک نام دارد. در این کتاب داستان شیخ صنعان با کمی تغییر و تفاوت به نسبت آنچه که عطار به رشته نظم کشیده به شرح درج شده و چون تاریخ کتابت تحفة الملوک سال 706 هجری قمری میتوان گفت قدیمی ترین مأخذ این داستان همان است و چون شرح وقایع در تحفة الملوک و منطق الطیر بسیار کم اختلاف دارد، تردیدی نیست که شیخ عطار هنگام نظم داستان به نوشته غزالی نظر داشته و بیشک داستان را در تحفة الملوک خوانده بوده است. تحقیقات استاد علامه این نتیجه را نیز به دست می‌دهد که صنعان همان صنعا پایتخت و شهر معروف کشور یمن است و شیخ صنعان عبدالرزاق نام داشته است. این نکات که وی در چه زمان و در چه مکان میزیسته به درستی معلوم نیست و از شرح احوالش اطلاع دقیقی هنوز به دست نیامده. تنها به اجمال میتوان داستان شیخ صنعان را به شیخ عبدالرزاق یمنی یا صنعانی نسبت داد. در ترجمه ترکی منطق الطیر که به وسیله گلشهری از شاعران صوفی و نشر ترک زبان در اوایل قرن 8 هجری صورت گرفته نیز نام شیخ صنعان عبدالرزاق ذکر شده است. سخنش شیخ صنعان بود. راستی شیخ صنعان که بود؟ مردی سرد و گرم روزگار چشیده و بد و خوب بسیار دیده. در روزگاران گذشته میزیست که همه در کمال او یک صدا بودند. خانقاهی به شکوه داشت و 50 سال به سیر و سلوک پرداخته بود. روزها روزه بود و شبها به ذکر می نشست. در برناکسان بسته و تنها با 400 مرید کمال اندوخته دل خسته و جامه ریا سوخته سر و سودا داشت. مریدانش هر یک تاجی از پارسایی به سر داشتند و روز و شب دل را به رنج می کشیدند و تن خاکی را به مذلت می کشاندند که زر وجودشان ناب شود و طلای جانشان ذره گردد. دانش‌ها آموخته بودند و آزمون‌ها اندوخته. دانش را به کار در پیوسته بودند و به اسرار پنهانی ره برده. سر بر خانه خدا سوده بودند و کعبه دل را به سوی خدا گشوده. در کار دین سخت اسوار بودند. از دستور سرپیچی نمی‌کردند و آنچه امر بود به کار می‌بستند و از آنچه برحذر شده بودند چشم شسته. رهبران درویشی و رهروان طریق خداشناسی هرگاه که به نزد یکی از پیروان شیخ می‌رسیدند زانوی ارادت به زمین می‌زدند و لب به ستایش می‌گشودند. هر که از صاحب دلان شیخ را می‌دید پرده پندار می‌درید، بی خود و سرمست جانش به دستفشانی برمی‌خاست و دلش به پایکوبی می‌نشست. شیخ صنعان در رازگشایی چنان بود که گویی موی می‌شکافد و در دل ذره راه می‌جوید. کراماتش آنچنان آوازه انداخته بود که همه او را به بزرگی می‌شناختند و دست به دامنش می‌زدند و از وی چاره درد می‌خواستند. بیماران به سویش روی می‌آوردند و از او درمان طلب می‌کردند. پیشوایی چنین بزرگ شبی در خواب دید که گذارش به کشور روم افتاده و پای بتی به سجده پیشانی خم کرده است. هراسان از خواب پرید و از دریغ و افسوس سرودی جانسوز سر داد. با خود گفت دردا و دریغا، زیبارخ یوسف مانندی که از نیکبختی قلندری داشتم، به چاه هوس سرنگون شد و سرنوشتی شوم سر در راهم گذارد. خدا را که از این درد چگونه جان برم و از این تشویر چگونه رهایی یابم؟ جانم به بازی در افتاده است. اگر ایمان از چنگ اهریمن هوس برهانم از جان بازی نمی هراسم. خدایا جان را فدای ایمان کن. با خود می گفت
در سراسر زمین کسی را نمیتوان یافت که دیو نفس در کمینش ننشسته باشد و چون این شوم سرنوشتی دام در راهش نگسترده باشد. آری، همین پرتگاه خوفناک است که اگر از کنارش به سلامت درگذریم به دیار نیکنامان میرسیم. اگر در قعرش فرو افتیم دین و دنیا به یک باره خواهیم باخت. پیر روشندل بسیار با خود اندیشید ولی به جایی ره نبرد. خدا چنین میخواست. خدا میخواست که بنده خود را بیازماید. خدا میخواست که زر ناب را از زر ناصره جدا کرده و به مردم بشناساند. چیست که در رهگذر قضا زانوی رضا به زمین نزند و در برابر تقدیر سر تسلیم خم نکند؟ ره دیگر پوید و جز با خدا راز گوید؟ دل پیر روشنگر زبانش بود. او 50 سال در خانقاه نام خدا می گفت و از خدا یاری می جست. اکنون چه کند؟ اگر به فرمان سرنوشت گردن ننهد، چاره ساز در چاره بسته بود و بر سنگ خاره هوس قطره اشک کارگر نمی افتاد. شیخ تاباندل هرچه بیشتر اندیشه کرد بیشتر به ژرفای سرنوشت ره یافت. دیگر به جان آمده است. دل یک دله کرد. مریدان خویش را به حضور خواند و خواب خویش را با آنان باز گفت و گفت که به ناچار باید بروم تا رمز این راز معلوم گردد و عروس قضا پرده از رخ برگیرد. 400 مرید به یک باره 4 ترک از سر برگرفتند و همه همزمان گفتند تو پیشوا، مراد، رهبر و راهنمای مایی. به هر جا که روی در پیت آییم و به هر ره که گام نهی همگامت شویم. از خانقاه همه یک باره بیرون شدند. شیخ در پیش و مریدان به دنبالش ره سپردند تا به روم رسیدند و به گرد شهر گردیدن گرفتند و به هر کوی و برزن سر کشیدند. قضا را شیخ روزی بر سر در کاخی فروغی دید. سر به بالا گرفت، در به جلال نشست کوشکی زیبارویی دید که ماه آسمان را به بازیگری گرفته و خورشید درخشان را دست به سینه بر پای داشته است. ترسا دختری دید در کسوت رهبردگان به کوی رازداران که از چشمانش نوری از معرفت میتابید. بر آسمان دلبری ماهی دید که به برج جمال نشسته و آفتابی دید که ابر از پرده کشی بر تابشش باز مانده است. آفتاب دریوزه به کوی او سر می‌ساید و از هر عاشق دلخسته‌ای جانسوزتر ندبه می‌کند. هر کدام به دام زلفش سر می‌نهد، سر تا پای در گل می‌نشیند و هر که خانه جان را به روی خیالش می‌گشاید از هر رسته‌ای که هست زنار می‌بندد و بر در کلیسا به غلامی می‌نشیند. بر لعل خونبارش هر که دل می‌بندد جان می‌سپارد و به تار زنارش هر که چشم می‌دوزد به کوری به رهگذار می‌نشیند. باد صبا چون به مویش بوسه می‌زند بوی مشک در فضا می‌پراکند و بوی زلفش چون به خطا می‌رسد خطا و ختن را اسیر روم می‌سازد. چشمان فتنه‌گرش کمند جانها بود و ابروان هلالیش چون داس جان درو می‌کرد و دل بر سر دل می‌انباشت. ابرویش ماه یک شبه را سر به زیر ابر می‌کرد و مردمک چشمش به نگاهی خرگاهی به آتش می‌کشید. نسیم چون بر زلف به گونه ریخته‌اش می‌وزید موی سیاه چون شبه‌اش چنان بالا و پایین می‌شد که گفتی به پر زاغ به آتش باد می‌زند. یاقوت لبش بر لب فرات تشنگان را به اسیری می‌کشت و نرگس نیم خفته‌اش به مژگانی چون خنجر دلدوز چنان آراسته شده بود که
گویی کمانداران لشکرشکن به جنگ و ستیز برخاستند و به شکار جانها مصمم شدند. زنار در میان دو زلف بسته بود. گوهری همچون خورشید به گیسو فرو برده و نقابی مشکین به چهره برکشیده بود. خدا را چه شد که چون گذار شیخ بر پری روی زناربن افتاد، فتنه ساز روم نقاب از روی برگرفت و گوشه ابرو به شیخ نمود. پای شیخ به لرزه افتاد. بندش تکان خورد. دلش چنان به سختی به تپش افتاد که گفتی همکنون قفس سینه در هم خواهد شکست و به پای دلبر خواهد افتاد. شیخ چشم از دختر برگرفت و نگاه به زمین دوخت، لکن تیر نگاه کار خود را کرده. عشق ترسای زیبا بر جانش پنجه کشیده بود. دل شیخ از دست برفت. شعله عشق از نهانخانه دلش سر کشید. وجودش سر به سر بسوخت و در شراره عشق گداخته شد. دود از دلش برخاست. عشق جانش را به غارت کشید. ایمان پایمال کفری شد که از گیسوان دخترک ترسا بر دورترین گوشه دلش نشسته بود. ایمان شیخ برباد رفت. عشق زیباروی ترساکیش به جای ایمان نشست. رستگاری به غارت رسوایی رفت. عشق بر تمام وجودش چنگال انداخت و استخوانش را فرو کشید. دل به دلدار سپرد و از جان روی به بیزاری برتافت. با خود گفت اکنون که دین به عشق فروخته ایم، دل هم گو مباش. کار عشق است. کار عشق ترسا دختری است که ره دین میزند و دل به یغما میبرد. با این همه جای درنگ نیست. در آستانه عشق باید پیشانی به خاک مالید و عاقبت اندیشی به عاقبت اندوختگان سپرد. به کوی میکده هر سالکی که ره دانست، دری دگر زدن اندیشه تبه دانست. زمانه افسر رندی نداد جز به کسی که سرفرازی عالم در این کله دانست. بر آستانه میخانه هر که یافت رهی، ز فیض جام می اسرار خانقه دانست. دلم ز نرگس ساقی امان نخواست به جام، چرا که شیوه آن ترک دل سیه دانست. ورای طاعت دیوانگان ز ما مطلب، که شیخ مذهب ما عاقلی گنه دانست. مریدان شیخ چون بر این راز آگاه شدند، سر به سر در کار او حیران شدند. سرنگون گشتند و سرگردان شدند. پند دادند به بسی سودش نبرد. بودنی چون بود بهبودش نبود. هر که پندش داد فرمان می نبرد. زانکه دردش ره به درمان می نبرد. عاشق آشفته فرمان کی برد؟ درد درمان سوز درمان کی برد؟ شیخ همچنان چشم به ترسازاده زناربن بسته بود تا خورشید سر در نقاب کشید و روز به پایان آمد. شب معجر قیرگون بر گیتی کشید، اما شیخ در پای کوشک ایستاده بود و به دلبر می‌نگریست. دهانش از حیرت باز مانده بود و چون تندیسی از سنگ تراشیده بر پای ایستاده بود و به دختر ترسا نگاه می‌کرد. 400 مرید معتقد حیرت زده پشت سرش ایستاده بودند، اما همه بیچاره و درمانده. هیچ یک نمی‌دانست چه باید بکند و پیر طریقت را چگونه از این دام برهاند. شب گیسو گسترد و چراغ‌های کوشک سوسوزنان بر چهره شیخ سایه روشن انداختند. ستارگان آسمان از بام فلک سر ساییدند. خب من همینجا داستان رو نگه می‌دارم. توضیح کوتاهی در مورد شیخ صنعان برای شما میخونم و وایس رو تمام میکنم. صنعان پیری صاحب کمال و پیشوای مردم زمانه خویش بود. او قریب 50 سال در کعبه اقامت داشت و هر کس به حلقه ارادت او در می آمد از ریاضت و عبادت نمی آسود.
وی خود نیز هیچ سنتی را فرو نمی‌گذاشت و نماز و روزه بی حد به جا می‌آورد. او حدود 50 بار حج کرده و در کشف اسرار معنوی به مقام کرامت رسیده بود. وی چند شب پیاپی خواب می‌بیند که مقیم روم شده و بر یک بت سجده می‌کند. او با مریدانش به روم سفر می‌کند و در آنجا دختری ترسایی یا مسیحی را می‌بیند و عاشق او می‌شود. وی بیش از 1 ماه برای وصال دختر عجز و لابه می‌کند. دختر برای شیخ 4 شرط می‌گذارد: سجده کردن بر بت، سوزاندن قرآن، نوشیدن خمر و دست شستن از ایمان. صنعان علاوه بر اجرای این شروط، یک سال نیز به جای کابین دختر برای او خوکبانی می‌کند. مریدان از بازگشت او ناامید می‌شوند و به دیار خود باز می‌گردند. یکی از مریدان که در سفر با وی نبوده، به امید بازگشت او به روم سفر می‌کند و در آنجا 40 روز برای وی به دعا و تضرع می‌نشیند. سرانجام پیامبر اسلام را در خواب می‌بیند و مژده بازگشت او را می‌گیرد. صنعان سرانجام از قید عشق دختر آزاد می‌شود و این بار با خوابی که دختر می‌بیند، دختر عاشق او می‌شود و با او به دیارش می‌رود و مسلمان می‌شود. دختر در خواب می‌بیند که آفتاب به کنارش افتاده و به او می‌گوید با شیخ روان شو. عطار نیشابوری این داستان را در قالب مثنوی و در 409 بیت سروده است. خب بیشتر از این کتاب زیبا و این حکایت جالب و قشنگ در اختیار من نیست. اگر علاقه دارید به خواندن این حکایت تا انتها، حتما کتاب منطق الطیر و کتابی که الان برای شما خوندم رو میتونید تهیه کنید و این داستان و این حکایت زیبا رو تا انتها بخونید. از اینکه با من همراه بودید سپاسگزارم. تا وایس بعدی، خدا نگهدارتون.